مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 21 نوامبر سال 2021 تقریبا ساعت 17:30 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل ویکتور جمعه فخرالدین سال تولدش 1987 ساکن شهر استرافشان هنگام حرکت در راه نقلیاتگرد خیابان اسماعیل سامانی شهر مذکور به خطری حرکت راه را تامین کردن نتوانسته پیادهگر ناصرف حسین سال تولدش 1975 ساکن امین شهر که در حالت مستی در راه ماشینگر خواب بود پخش نموده است. در نتیجه پیادهگر ناصرف جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اخیراً خبر داد که در 9 ماه اول سال 2021 در راههای تاجیکستان 787 صدمه روی داده. در این حادثه های راه و نقلیات 290 نفر هلاک و 869 نفر مجروح شدند. در عین دوره سال گذشته در راههای تاجیکستان در 789 صدمه 281 نفر به هلاکت رسیده و 909 نفر معیوب شده بود.